با نام و یاد خدای مهربان. سلام و درود به دانش آموزان عزیز پایه ششم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده یادگیری مباحث دومین بخش از فصل 1 کتاب ریاضی باشید. بچه‌های عزیز، حدود 90% مباحث این بخش یادآوری هست و شما خیلی راحت میتونید به تمام سوالات این بخش جواب بدید. این بخش از کتاب در مورد عدد و عدد نویسی هست. شما باید هر عددی که بهتون دادن رو به راحتی بنویسید یا به حروف تبدیل کنید، اعداد رو تقریب بزنید، اعداد رو با هم مقایسه کنید، همچنین اعدادی که توی سوال از شما خواسته رو بسازید. خب بریم که تدریس مباحث این بخش رو شروع کنیم. بچه‌های عزیز، شما تا الان به طور مکرر با جدول ارزش مکانی سر و کار داشتید و با ارزش مکانی هر یک از اعداد به صورت کامل آشنا هستید. جدول ارزش مکانی از دو قسمت اصلی تشکیل شده: قسمت صحیح اعداد و قسمت اعشاری اعداد. همینطور که توی این جدول میبینید قسمت صحیح و قسمت اعشاری اعداد با یک خط سبز از هم جدا شده. این خط سبز به عبارتی همون ممیز هست. ابتدا میریم سراغ بررسی قسمت صحیح عدد. قسمت صحیح عدد هم به گروه‌های یکی، هزار، میلیون و میلیارد تقسیم شده. هر یک از این گروه‌ها هم دوباره به دسته‌های یکان، دهگان و صدگان تقسیم شده. حالا میریم سراغ قسمت اعشاری عدد. قسمت اعشاری عدد هم به گروه‌های دهم، صدم، هزارم، ده هزارم و الی آخر تقسیم میشه. همینطور که میبینید برای اینکه بتونیم ارزش مکانی هر یک از رقم‌های عدد رو پیدا کنیم، باید عدد رو از راست به چپ سه تا جدا کنیم. هر سه رقم عددی که جدا کردیم توی ارزش مکانی گروه خاصی قرار میگیرن. ارزش هر سه رقم عددی که جدا کردیم به صورت یکان، دهگان و صدگان هست. همچنین هر سه رقم یک نام خانوادگی که ممکنه یکی، هزار، میلیون یا میلیارد باشه هم دارن. برای اینکه بتونیم ارزش مکانی هر رقم رو پیدا کنیم، باید ارزش رقم و نام گروهی که رقم در اون قرار داره رو با هم بگیم. برای مثال به این عدد نگاه کنید. رقم 7 توی ارزش دهگان قرار داره. همچنین این رقم توی گروه میلیون قرار داره. پس ارزش مکانی این رقم میشه دهگان میلیون. حالا ارزش مکانی رقم 5 که دورش خط کشیده شده چیه؟ رقم 5 توی ارزش صدگان قرار داره و همچنین توی گروه هزار. پس ارزش مکانی این رقم میشه صدگان هزار. ارزش مکانی رقم 1 چی میشه؟ رقم 1 توی ارزش صدگان هست. همچنین توی گروه یکی. بچه ها، رقم هایی که توی گروه یکی قرار میگیرن، برای پیدا کردن ارزش مکانی این رقم ها نیاز به نام بردن اسم گروه که یکی هست نیست. برای مثال ارزش مکانی این رقم میشه صدگان. ما دیگه اسم گروه که یکی هست رو نیاوردیم. توی قسمت اعشاری عدد گروه بندی رو نداریم و فقط ارزش ها رو داریم. برای مثال ارزش مکانی رقم 8 میشه دهم. برای اینکه بتونیم عدد رو به صورت حروف بنویسیم، ابتدا باید با نحوه خواندن اعداد آشنایی کامل داشته باشیم. به عدد مثال اول نگاه کنید. میخوایم ابتدا این عدد رو بخونیم و سپس اون رو به صورت حروف بنویسیم. اولین قدم اینه که عدد رو از راست به چپ سه تا جدا کنیم. عدد به دو دسته یکی و هزار تقسیم شده. حالا برای خوندن عدد کافیه که از چپ به راست سه رقم هر عدد رو با نام خانوادگی اون گروه بخونیم. از چپ به راست عدد رو میخونیم: 560,124. حالا همینطور که عدد رو خوندیم اون رو به صورت حروف مینویسیم: 560,124. عدد بعد. ابتدا از راست به چپ اعداد رو سه تا جدا میکنیم. سپس نام هر یک از گروه ها رو می نویسیم. عدد به سه دسته یکی، هزار و میلیون تقسیم شده. حالا سه رقم هر دسته با نام خانوادگی اون دسته رو می خونیم و پیش میریم. 40,032,510.
همینطور که این عدد رو خوندیم اون رو به صورت حروف هم بنویسیم. 40,032,510. مثال بعد، اعداد رو از راست به چپ سه تا جدا میکنیم. نام هر دسته رو بالاش مینویسیم. عدد دارای 4 دسته یکی، هزار، میلیون و میلیارد هست. بچه ها توجه کنید که من فقط برای یادآوری اعداد رو سه تا جدا کردم و ارزش هر یک از دسته ها رو بالاش نوشتم. شما باید این سه تا جدا کردن و نوشتن نام هر یک از دسته ها رو به صورت ذهنی انجام بدین. اعداد رو از چپ به راست با نام خانوادگی هر دسته میخونیم. 184 میلیارد و 1 میلیون و 907,814. مثال بعد برعکس، عدد رو به صورت حروف نوشته و از ما خواسته این عدد رو به صورت ریاضی بنویسیم. 70,130,050. همینطور که توی سوال میبینیم عدد از 3 دسته میلیون، هزار و یکی تشکیل شده. توی دسته میلیون ها چه عددی قرار میگیره؟ 70. توی دسته هزارها چی؟ 130. حالا بریم سراغ دسته یکی ها. توی دسته یکی ها عدد 50 داریم. همینطور که میدونیم هر دسته از 3 ارزش یکان، دهگان و صدگان تشکیل شده. توی این سوال توی دسته یکی ها ما ارزش صدگان نداریم. پس به جای ارزش صدگان 0 میذاریم. 0، 50. ما تونستیم عدد رو به صورت ریاضی بنویسیم. 70,130,050. توی سوال آخر هم عدد به صورت حروف نوشته و ما اون رو باید به صورت عدد ریاضی در بیاریم. 9 میلیارد و 90,009. همینطور که میبینیم بزرگترین ارزش مکانی این عدد میلیارد هست. پس عدد از 4 دسته ارزش مکانی یکی، هزار، میلیون و میلیارد تشکیل شده. حالا رقم‌های هر دسته از ارزش مکانی رو جایگذاری میکنیم. توی دسته میلیارد رقم 9 رو داریم. پس 9 رو توی دسته میلیاردها جایگذاری میکنیم. حالا میریم سراغ دسته میلیون ها. توی عددی که به صورت حروف نوشته شده حرفی از دسته میلیون ها زده نشده. پس باید به جای 3 رقمی که توی دسته میلیون قرار میگیره 3 تا 0 بذاریم. حالا میریم سراغ دسته هزار. توی دسته هزار عدد 90 رو داریم. توی این دسته هم رقمی با ارزش مکانی صدگان هزار نداریم. پس به جاش 0 میذاریم. 0، 90. حالا میریم سراغ دسته یکی ها. توی دسته یکی ها عدد 9 رو داریم. اینجا هم رقم‌های دارای ارزش دهگان و صدگان رو نداریم. پس به جای این دو رقم هم 0 میذاریم. 2 تا 0 و 9. عدد رو به صورت ریاضی نوشتیم. توی این اسلاید میخوایم در مورد گسترده نویسی اعداد صحبت کنیم. توی گسترده نویسی اعداد هم مهمترین چیز آشنایی کامل با جدول ارزش مکانی هست. یعنی اینکه اگر جدول ارزش مکانی رو کامل یاد نگرفته باشیم نمیتونیم عدد رو به درستی گسترده کنیم. میخوایم عدد 560,124 رو به صورت گسترده بنویسیم. باید هر یک از رقم‌های عدد رو با توجه به ارزش مکانی که دارن جدا بنویسیم. 5 توی ارزش مکانی صدگان هزار قرار داره. پس در هنگام گسترده نویسی رقم 5 تبدیل به 500,000 میشه. رقم 6 توی ارزش مکانی دهگان هزار قرار داره. پس هنگام گسترده نویسی رقم 6 تبدیل به 60,000 میشه. خب رسیدیم به رقم 0. بچه ها توی گسترده نویسی ما از نوشتن رقم 0 صرف نظر میکنیم و رد میشیم. میریم سراغ رقم بعدی. رقم بعدی 1 هست. 1 توی ارزش مکانی صدگان قرار داره. پس میشه 100. رقم بعد از 1 2 هست. 2 توی ارزش مکانی دهگان هست. پس میشه 20. و در نهایت هم رقم بعد 4 هست. 4 توی ارزش مکانی یکی قرار داره. پس همون 4 رو خودش بنویسیم. همینطور که میبینید اگر تمام اعدادی که به صورت گسترده نوشتیم رو دوباره با هم جمع کنیم به عدد اول میرسیم. راه ساده تر گسترده نویسی اینه که از سمت راست هر رقم رو جدا جدا می نویسیم و به جای رقم های بعدی جلوی عدد 0 میذاریم.
توی مثال بعد میخوایم عدد 40,032,510 رو به صورت گسترده بنویسیم. ابتدا از رقم 4 شروع میکنیم. رقم 4 رو مینویسیم و به جای تعداد رقمی که جلوی 4 هست 0 قرار میدیم. از نوشتن رقم‌های 0 صرف نظر میکنیم و رد میشیم. میرسیم به رقم 3. باز رقم 3 رو مینویسیم و به تعداد رقم‌هایی که جلوی 3 قرار داره 0 قرار میدیم. عدد شد 30,000. حالا میریم سراغ رقم 2. رقم 2 رو هم مینویسیم و به جای 3 رقمی که جلوی 2 قرار داره 3 تا 0 میذاریم. 2000. رقم بعدی 5 هست که توی ارزش مکانی صدگان قرار داره. همچنین هنوز 2 رقم جلوی 5 وجود داره، پس جلوی 5 2 تا 0 میذاریم. عدد میشه 500. رقم بعدی 1 هست که توی ارزش دهگان هست، پس میشه 10. رقم آخر هم 0 هست، پس نیاز به نوشتن نیست. توی مثال بعد عدد خیلی بزرگ میشه. میخوایم عدد 184,281,907,814 رو به صورت گسترده بنویسیم. رقم اول 1 هست، توی ارزش مکانی صدگان میلیارد قرار داره، پس میشه 100 میلیارد. رقم بعدی 8 هست که توی ارزش مکانی دهگان میلیارد قرار داره، پس میشه 80 میلیارد. رقم بعد از 8 4 هست که توی ارزش مکانی یکان میلیارد قرار داره که میشه 4 میلیارد. رقم بعد از 4 0 هست، پس رد میشیم و نمی نویسیم. رقم بعد از 0 8 هست که توی ارزش مکانی دهگان میلیون قرار داره، پس میشه 80 میلیون. رقم بعد از 8 1 هست که توی ارزش مکانی یکان میلیون قرار داره، پس میشه 1 میلیون. رقم بعد از 1 9 هست که توی ارزش مکانی صدگان هزار قرار داره، پس میشه 900,000. رقم بعد از 9 0 هست، پس نمی نویسیم و رد میشیم. رقم بعدی 7 هست که توی ارزش مکانی یکان هزار قرار داره، پس میشه 7000. رقم بعد 8 هست که توی ارزش مکانی صدگان قرار داره، پس میشه 800. رقم بعدی 1 هست که توی ارزش مکانی دهگان قرار داره، پس میشه 10. و در نهایت رقم آخر 4 هست که توی ارزش مکانی یکان قرار داره، پس همون 4 رو خودش می نویسیم. عدد به صورت گسترده در اومد. توی مثال آخر سوال به صورت گسترده هست و ما باید اون رو به صورت عدد کامل در بیاریم. شاید اولین راه حلی که به ذهنتون برسه اینه که بیایم تمام اعداد رو با هم جمع کنیم. اما این کار وقت گیره. از یه راه دیگه سوال رو حل میکنیم. عدد اول 700 میلیارد هست. پس ما متوجه میشیم که با 4 ارزش مکانی یکی 1000 میلیون و میلیارد سر و کار داریم. حالا اعداد رو جایگذاری میکنیم. از عدد 700 میلیارد متوجه میشیم که رقم دارای ارزش مکانی صدگان میلیارد 7 هست. میریم سراغ عدد بعد. عدد بعد 1 میلیارد هست. همینطور که دیدید عددی با ارزش مکانی دهگان میلیارد نداشتیم، پس به جای این رقم 0 میذاریم. بریم سراغ عدد بعد. عدد بعد 20 میلیون هست. چون توی اعداد سوال عددی نداریم که دارای ارزش مکانی صدگان میلیون باشه، پس به جای این رقم 0 قرار میدیم. از عدد 20 میلیون متوجه میشیم که رقمی که توی ارزش مکانی دهگان میلیون قرار داره 2 هست. عدد بعد 40,000 هست. باز توی سوال عددی نداریم که دارای ارزش یکان میلیون باشه، پس رقم این ارزش هم میشه 0. رقم دارای ارزش مکانی صدگان هزار هم نداریم، پس به جای این رقم هم 0 قرار میدیم. از عدد 40,000 متوجه میشیم که رقمی که دارای ارزش مکانی دهگان هزار هست 4 هست. عددی که دارای ارزش مکانی یکان هزار باشه رو نداریم، پس به جای 0 میذاریم. از عدد 300 متوجه میشیم که رقم دارای ارزش مکانی صدگان 3 هست. توی سوال عددی نداریم که دارای ارزش مکانی دهگان باشه، پس به جای 0 میذاریم و در نهایت هم رقم 5. خب بریم سراغ بررسی مباحث اسلاید بعد. مقایسه اعداد. مطالبی که توی این اسلاید گفته میشه خیلی راحت هست و مطمئنم اکثر شما کاملا مسلط هستین. اما جهت محکم کاری دوباره این مطالب رو بازگو و یادآوری میکنیم. اولین مرحله برای مقایسه عدد اینه که رقم‌های صحیح دو عدد رو با هم مقایسه کنیم.
به مثال اول نگاه کنید. میخوایم بفهمیم کدوم یک از این اعداد بزرگتره. تمام رقم هایی که توی هر دو عدد وجود داره به صورت صحیح هست و رقم اعشاری نداریم. تعداد رقم های هر دو عدد رو میشماریم تا بفهمیم کدوم عدد رقم بیشتری داره. عدد اول از 7 رقم تشکیل شده و عدد دوم از 8 رقم. هر عددی که دارای رقم های صحیح بیشتری باشه بزرگتره. پس عدد دوم بزرگتره. به همین راحتی. میخوایم این دو عدد رو با هم مقایسه کنیم. تعداد رقم های صحیح هر دو عدد رو میشماریم و مقایسه میکنیم. فقط توجه کنید توی شمردن رقم های اعداد رقم هایی که به صورت اعشاری هستن رو حساب نمی کنیم. عدد اول دارای 3 رقم صحیح و عدد دوم دارای 2 رقم صحیح است. پس عدد اول بزرگتره. حالا اگه توی مقایسه دو عدد تعداد رقم های صحیح هر دو عدد با هم برابر بود باید چی کار کنیم؟ میریم سراغ مرحله دوم مقایسه. مرحله دوم اینه که رقم های قسمت صحیح رو یک به یک از چپ به راست با هم مقایسه میکنیم. میخوایم این عدد رو با هم مقایسه کنیم تا بفهمیم کدوم عدد بزرگتره. ابتدا تعداد رقم های صحیح هر دو عدد رو میشماریم. همینطور که میبینیم دو عدد از 7 رقم صحیح تشکیل شده. پس باید بریم سراغ مرحله بعد. هر یک از اعداد رو یک به یک از چپ به راست مقایسه میکنیم. رقم اول هر دو عدد 8 هست. پس میریم سراغ رقم های بعدی. رقم بعدی هر دو عدد هم 5 هست. میریم سراغ رقم بعد. رقم سوم یکی از اعداد 3 و رقم سوم عدد بعدی 7 هست. مشخص 7 از 3 بزرگتره. پس عدد دوم بزرگتره. مثال بعد. میخوایم این دو عدد رو با هم مقایسه کنیم. ابتدا رقم های صحیح هر دو عدد رو میشماریم. هر دو عدد از 3 رقم صحیح تشکیل شده. حالا میریم اعداد رو یک به یک از چپ به راست با هم مقایسه میکنیم. رقم اول هر دو عدد 2 هست. پس میریم سراغ رقم بعدی. رقم دومی عدد اول 0 و رقم دومی عدد بعدی 6 هست. 6 از 0 بزرگتره. پس متوجه میشیم عدد دوم بزرگتره. توی مثال بعد میخوایم این دو عدد که خیلی هم بزرگ هستن رو با هم مقایسه کنیم. در مرحله اول تعداد رقم‌های صحیح هر دو عدد رو میشماریم. همینطور که میبینیم هر دو عدد از 12 رقم صحیح تشکیل شده. پس میریم سراغ مرحله بعد. باید رقم‌ها رو یک به یک از چپ به راست مقایسه کنیم. رقم اول هر دو عدد 9 هست. پس میریم سراغ رقم بعدی. رقم بعدی هر دو عدد هم 3 هست. میریم جلوتر. رقم‌ها رو یک به یک با هم مقایسه می‌کنیم و می‌بینیم رقم‌ها با هم برابره تا میرسیم به اینجا. یکی از رقم‌ها 4 هست و دیگری 6. 6 از 4 بزرگتره. پس عدد دوم بزرگتره. میریم سراغ مثال بعد. ابتدا رقم‌های صحیح هر دو عدد رو مقایسه می‌کنیم. هر دو عدد از 3 رقم صحیح تشکیل شده. حالا تمام رقم‌ها رو از چپ به راست با هم مقایسه می‌کنیم. توی 5 رقم اول هر دو عدد رقم‌ها با هم برابر هستند تا اینکه میرسیم به رقم ششم. یکی از رقم‌ها 6 هست و دیگری 7. پس عدد دوم بزرگتره. مثال بعد. تعداد رقم‌های صحیح هر دو عدد برابره. میایم رقم‌ها رو از چپ به راست مقایسه می‌کنیم. اینجا هم توی 4 رقم اول هر دو عدد رقم‌ها با هم برابر هستند تا اینکه میرسیم به رقم پنجم. رقم پنجم عدد اول 9 و رقم پنجم عدد دوم 8 هست. 9 از 8 بزرگتره. پس عدد اول بزرگتره. و اما مبحث آخر این کلیپ. میخوایم عدد نویسی با استفاده از کارت ها رو یاد بگیریم. با کارت های 3, 2, 5, 0, 9, 7 و 4 هر یک از اعداد خواسته شده را بسازید. میخوایم با استفاده از این کارت ها عدد بسازیم. سوال اول. کوچکترین عدد زوج 5 رقمی. ابتدا باید هرچی از سوال متوجه شدیم رو بررسی کنیم. توی سوال 3 نکته مهم وجود داره. اولین نکته اینه که کوچکترین عدد از ما خواسته. نکته دوم اینه که عدد باید زوج باشه. نکته سوم هم اینه که عدد 5 رقمی باید باشه.
چون عدد 5 رقمی از ما خواسته پس ما فقط اجازه استفاده از 5 کارت رو داریم. همچنین چون کوچکترین عدد رو از ما خواسته باید کوچکترین کارت ها رو پیدا کنیم و از چپ به راست این کارت ها رو بچینیم. کوچکترین کارتی که وجود داره 0 هست. بچه‌ها ما توی عدد نویسی اجازه استفاده از رقم 0 توی اولین رقم نداریم. پس نمیتونیم 0 رو اینجا بذاریم. میریم سراغ کارت کوچک بعدی. بعد از 0 کوچکترین کارت چیه؟ 2. کارت 2 رو قرار میدیم. حالا بعد از 2 میتونیم کارت 0 رو قرار بدیم. کارت کوچک بعدی چیه؟ 3. کوچکترین کارت بعد از 3 4 هست. توی سوال گفته عدد باید زوج باشه. همینطور که میدونیم برای اینکه عدد زوج باشه باید حتما آخرین رقم زوج باشه. ما اگر کارت شماره 4 رو اینجا بذاریم عدد زوج دیگه میمونه که توی رقم آخر بذاریم؟ نه. پس مجبوریم کارت شماره 4 رو آخر بذاریم. حالا کارت کوچک بعد از 4 چنده؟ 5. 5 رو هم قرار میدیم. عدد به دست اومد. توی سوال بعد بزرگترین عدد فرد رو از ما خواسته. چون توی سوال ذکر نشده که عدد چند رقمی باشه پس ما باید از تمام کارت ها استفاده کنیم. همچنین چون بزرگترین عدد رو خواسته باید ابتدا بزرگترین کارت ها رو بچینیم. بزرگترین کارت چیه؟ 9. پس ابتدا 9 رو قرار میدیم. بعد از 9 7 5 4 3 تا همینجا دست نگه داریم. توی قرارگیری کارت ها یه مشکلی هست. فکر کنید ببینیم مشکل رو پیدا میکنید. بچه‌ها توی سوال ذکر شده عدد باید فرد باشه. اگر ما کارت شماره 3 رو اینجا بذاریم عدد فرد دیگه میمونه که توی رقم آخر بذاریم؟ نه. پس مجبوریم کارت شماره 3 رو آخر بذاریم. حالا میریم سراغ کارت های بعدی. 2 و 0. کوچکترین عدد زوج با رقم دهگان 5 و صدگان هزار 4. اینجا هم دنبال کوچکترین عدد میگردیم. اینجا هم ذکر نشده عدد چند رقمی هست. پس باید از تمام کارت ها استفاده کنیم. همچنین توی سوال گفته رقم دهگان عدد 5 و صدگان هزار عدد 4 هست. پس این دو کارت هم توی ارزش مکانی خودش جایگذاری میکنیم. حالا میریم کارت های دیگه رو از کوچک به بزرگ میچینیم. کوچکترین کارتی که داریم 0 هست. گفتیم که 0 توی اولین رقم قرار نمیگیره. پس میریم سراغ کارت بعدی که 2 هست. بعد از 2 حالا دوباره میریم سراغ کارت 0. توی این سوال هم گفته عدد باید زوج باشه. پس اگه دوباره کارت 0 رو اینجا قرار بدیم عدد زوج دیگه‌ای برامون نمیمونه که عدد رو زوج کنیم. پس مجبوریم کارت شماره 0 رو آخر قرار بدیم تا عدد زوج بشه. بقیه کارت ها رو هم از کوچک به بزرگ میچینیم. سوال بعد. بزرگترین عدد با طبقه 1547. توی سوال ذکر نشده عدد چند رقمی هست پس باید از تمام کارت ها استفاده کنیم. همچنین توی سوال گفته ارزش مکانی 1000 عدد 547 هست. پس عدد 547 هم توی ارزش خودش قرار میدیم. حالا میریم بقیه کارت ها رو از بزرگ به کوچک بچینیم. بزرگترین کارت 9 هست. بعد 3 بعد 2 و در نهایت هم 0. کوچکترین عدد فرد بین دو عدد 300,000 و 400,000. ما باید عددی بسازیم که بین عدد 300,000 و 400,000 باشه. عددهای 300,000 و 400,000 6 رقمی هستند. پس عددی که میخوایم بسازیم 6 رقمی هست. چون گفته عدد بین 300,000 و 400,000 هست پس باید حتما اولین رقم 3 باشه تا عدد 300,000 خورده ای بشه. حالا بقیه کارت ها رو از کوچک به بزرگ میچینیم. 0 2 4 5 و 7. خب بچه‌های عزیز تدریس مباحث این بخش تمام شد. امیدوارم از مباحث این بخش هم لذت برده باشید. خسته نباشید. خدا نگهدار.